بچه‌م سوی تبوکش در جلومون زدین خوب داریم. ای بچه بکش سویده برا کلدور دا بخونی و بکش بخون. ای زول کلانش. ای بچه خیزه نمازتون رو بخونید با کار نمیکنیم افتا اخلا نماز رو نمیخونیم. نماز رو بخونید انشاءالله که خداوند رزق روزی رختش میرسونه. ای اکت خونده ای رزق روزی بسیار شده مونده. درست میگه. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله السلام عليكم ورحمة الله. إنك لمن المرسلين على برادر و خواهرم اینجا را توجه داشته باش. مشکل داره به خاطر اینکه من و تو از جانب الله سبحانه و تعالی خطی نداریم. من و تو از جانب الله سبحانه و تعالی تأییدیه‌ای نداریم که یک ثانیه بعد زنده هستیم. به این واسطه تأکید میکنم بینندگان عزیز و گرامی، همین که حالا خوابیدی چی میدانی که بعداً زنده این حالا خواب شدی به مرگ صغرا رفتی، آیا بعداً میدانی که پس دوباره زنده خواهی شد؟ دوباره به دنیا برخواهی گشت؟ دوباره تو آیا این امید را داری؟ آیا این اطمینان را داری؟ اطمینان بگم بهتره، این اطمینان را داری که دوباره به این دنیا برگردی؟ آیا اطمینان داری که یک ثانیه بعد زنده هستی؟ نه، هیچ کس از مرگ خود خبر ندارد، نمیداند. من چی میدانم که همین لحظه در پیش روی شما نشسته ام، لحظه بعد الله متعال نفسم را بگیرد در جلو روی شما از دنیا بروم. و والله قسم که نمیداند، هیچ انسانی نمیداند. خودتان هم میدانید، خودتان را هم میدانید که اطمینان ندارید. پس قبل از این که مرگ به سراغ شما بیاید این مسائل را توجه